سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز در خدمت شما هستم با بررسی مسئله آب در ایران. شما بزرگواران خیلی هاتون اطلاعاتون از من بیشتره در این زمینه، استاد من محسوب میشید. نکات خاصی رو، شاید نکات که امروز بیان میکنم رو شما خیلی از این مطالب رو شنیده باشید و خیلی هاشم شاید از یک منظر خاص جدید باشه. اهمیت این که دور هم جمع شدیم اینه که ما مسئله آب رو به عنوان یکی از چالش‌های مهم یا شاید مهمترین چالش آینده ایران بپذیریم. قطعاً ما هیچ کدوم در جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی نیستیم، اما امروز هیچ کس نمیتونه منکر تأثیر افکار عمومی بر روی تصمیم سازی های حالا مسئولین و سیاستگزاران باشه. هر چقدر اطلاعات عموم جامعه در مورد یک مسئله کامل تر باشه، جامع تر باشه و درست تر باشه، این جهت‌دهی کمک میکنه که در آینده این جهت‌دهی به سمت درست بره. عرض کردم خدمتتون امروز مسئله اصلی ما این هست که درک کنیم اهمیت مسئله آب رو. اگر من اول بخوام یه طرح مسئله کنم، خیلی از ما در رسانه ها، روزنامه، تلویزیون، فضای مجازی بارها و بارها با مسائلی، با کلماتی مثل بحران آب، کمبود آب، ناترازی و امثال این آشنا شدیم و امروز دیگه چیزی نیست که مسئله آب یا کمبود آب چیزی نیست که منحصر به بخشی از کشور ما باشه. تقریبا سر تا سر ایران درگیر مسئله آب هستند، از اصفهان، تهران تا حتی استانهای شمالی کشور. ما در چند هفته گذشته دیدیم که خب پایتخت کشور با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر چند روز تعطیل شد به خاطر حالا هم آب بود هم برق، هر دو تا مسئله همزمان با هم دیگه بود. یا الان انذارهایی که دارن درباره مسئله کمبود آب در تهران سر داده میشه رو خب همه میشنویم. ما همه با نشانه های بحران آشنا هستیم. حالا اینکه چقدر عمق بحران تا کجاست، عمق این کمبودها تا کجاست رو یکم راجبش صحبت میکنیم. اول راجب این مسئله صحبت کنیم که اصلا کی شروع شد. ما آیا از شروع خلقت در این جا این بحران آب وجود داشته؟ آیا ما نمیدونم یک قرن قبل همین مشکل رو داشتیم یا نه مسئله یک اخیر هست و جدیداً درگیرش شدیم؟ خب بسیاری از دوستانی که هستن از حافظه خودشون کمک بگیرن، حالا شاید جوان‌تر و کمتر یادشون بیاد، ولی خاطرشون هست که رودخانه زاینده رود چنان پر آب میشد که در بعضی از فصل‌های سال ممکن بود که خیابان‌های اطراف رو هم پر کنه. اصلا تا یک فاصله از رودخانه زاینده رود امکان زیر زمین داشتن برای خونه ها مطرح نبود، ممکن نبود. یعنی رودخانه این خانه‌ای که نزدیک زاینده رود بودن، حالا تا فاصله مثلا حدود 500 متری، 1 کیلومتری اگر می‌خواستن زیر زمین بکنن بلا فاصله پر آب میشد زیر زمین، یا حداقل توی فصل‌های. خاطرم هست که سرکار خانم مهندس حکیمی جلسه‌ای که اینجا درباره تأسیس کتابخانه دکتر حکیمی که ما الان اینجا هستیم صحبت کردن، خاطراتی رو نقل کردن و فرمودن که اینجا سیل اومده بود و به خاطر سیلی که اومده بود در این مکان مجبور شده بودن که نقل مکان کنن برای مدتی. پس حداقل ما میدونیم که از یک زمانی این مسئله وجود نداشته، این مسئله کمبود آب. بله ما در اقلیمی به سر میبریم که سالهای
پر آبی داریم و سالهای کم آبی داریم، خشک سالی و تر سالی داریم. به صورت حالا سیکلیک، به صورت دوره اینها میاد و میره. ولی اینکه به صورت چندین دهه پشت سر هم ما خشکی یک رودخانه رو داشته باشیم، این یه مسئله جدید هست و ما قبلا با این مواجه نبودیم. اولین بار که زاینده رود به صورت جدی خشک شد سال 1379 بود. اولین نشانه های بحران آب اتفاقا در همین اصفهان و با خشکی زاینده رود مطرح شد. من خیلی نمیخوام به دلایلش بپردازم و اینها نمیخوام وارد مسائل جزئی بشم، میخوام کلیت آب رو در ایران نگاه کنیم. پس اواخر دهه 70 این زمان برای ما مهم هست. ما کم کم نشانه های کمبود آب، نشانه های بحران آب رو باهاش آشنا شدیم، دیدیم. اول اگه زاینده رود رو بخوایم مثال بزنیم، اول یه زمانهای چند ماه در سال خشک میشد، یعنی آب نداشت. بعد این زمانها چند ماه طولانی تر شد و الان به جایی رسیدیم که توی 1404 معدود روزایی در سال زاینده رود آب داره، یعنی خشکی اصل شده و آب داشتن استثناء شده. یعنی اینکه در زاینده رود آب وجود داشته باشه برای ما عجیب شده. خب اگر الان 1379 تا الان میشه 25 سال، اگر کسی کمتر از این سنش باشه، مثلا این نفری که 15 سالشه، این هیچ موقع زاینده رود رو پر آب ندیده. یعنی نسل بعدی که میاد، کسایی که از این به بعد از نیمه دوم دهه 80 به دنیا اومدن، زاینده رود خشک برای اونها یک تصویر آشنا هستش. به تبع خشک شدن زاینده رود تالاب گاوخونی خشک شد. از اوایل دهه 80 تالاب گاوخونی هم شروع به خشک شدن کرد. سالانه بین 130 تا 400 میلیون متر مکعب در سالهای خشک سالی، 130 در سالهای ترسالی حدود 400 میلیون متر مکعب آب وارد تالاب گاوخونی می شده و حالا یک بستگی به سالی که داشته و این همه ما با اون شرایط جغرافیایی تالاب گاوخونی آشنا هستیم. وسط یک پهنه کویری واقع شده. کل محیط زیست و زیستگاه‌های اون منطقه به این تالاب و آب که از زاینده رود میره وابسته است. طی سالهای سال فاضلاب‌ها، پساب صنعتی، پساب شهری که توسط زاینده رود به تالاب گاوخونی برده شده، اونجا ته‌نشین شده و الان با خشک شدن زاینده رود اینها به راحتی با یک باد به صورت ریزگرد در کل منطقه پراکنده میشه. ما آثارش رو روی هوای اصفهان میبینیم ولی محدود به استان اصفهان نخواهد بود. به استان یزد، حتی به استان تهران، قم هم این ریزگردها میرسه. هورالعظیم یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران با 120,000 هکتار مساحت در انتهای رود چرخه روی نقشه مشخصه در مرز ایران و عراق واقع شده. یکی از تالاب‌های تاریخی پرآب در این منطقه که در کتاب‌های تاریخی از این نام برده شده. بخشیش در ایران واقع شده، بخشیش در عراق هستش. این هم از دهه 80 شروع به خشک شدن کرد. همینجور که روی نقشه مشخصه مرز ایران بخش عظیمیش در بخش بزرگی از تالاب در عراق هست، بخش کمتر در ایران هست. جلگه رود چرخه قسمت داخل ایران بیشتر خشک شده. الان قسمت عراق هم مشکلات پیدا کرده ولی خشکسالی از اون بخش داخل ایران شروع شد. دلایلش حالا بماند. خب امروزه تقریباً هورالعظیم بخش اصلیش خشک شده، 120,000 هکتار. بعدی دریاچه
ارومیه تو سال 1370 1998 1998 نقشه هوایی دریاچه ارومیه رو می‌بینیم. 6000 کیلومتر مربع از اون 1,648,195 کیلومتر مربع که مساحت ایران بود، از اون 1,006,000 تاش دریاچه ارومیه بودش. 25مین دریاچه بزرگ دنیا، اولین در مرز ماست کاسپیان، دریای کاسپیان. 25میش هم که دریاچه ارومیه با 32 میلیارد متر مکعب آب در سال 1377 32 میلیارد متر مکعب آب. 27 سال گذشته. توی این 27 سال دریاچه شروع به کوچکتر شدن کرد تا حالا وضعیت امروزش رو می‌بینیم. تو سال 1387 رئیس جمهور وقت بزرگراه شهید کلانتری رو در دریاچه ارومیه افتتاح کرد. البته از دولت‌های خاتمی و در زمانی که خانم ابتکار مسئول سازمان محیط زیست بودن، مجوزهای این بزرگراه گرفته شد و وسط دریاچه ارومیه. ولی دریاچه ارومیه چندین جزیره داشت. از این نقطه خب خیلی مسئولین ما به فکر بودن، خیلی خاص راحتی مردم رو در نظر داشتن. تبریز این طرف، ارومیه این طرف، چرا برن دور بزنن، بیاییم از وسط دریاچه بریم. دریاچه حالا میبینیم که دقیقاً اثرش رو توی اسلاید بعدی می‌بینیم. از این نقطه در واقع این بزرگراه شهید کلانتری رو زدن. تقریباً 1.5 کیلومتر این وسط ارتباط بین دو قسمت دریاچه بود. 6000 کیلومتر بود دیگه، 6000 کیلومتر مربع بود دیگه. این 6000 کیلومتر مربع رو وسطش رو کاملا یک کمربندی انداختن، سفت کردن و 1 کیلومتر اینجا یه پهنی به طول 1 کیلومتر این دو قسمت رودخانه، دو قسمت دریاچه با هم دیگه در ارتباط باشن و عملا ارتباط بین دو بخش دریاچه قطع شد. دریاچه ارومیه هست، تایم لپسش هست از تایم لپسش هست. حالا یه فیلمه مثل این که پخش نمیشه، اشکال نداره. من نشون میده که از همون زمانی که گفتم از دهه 80 میلادی تا سال 2018 این دریاچه ارومیه چگونه کوچیک شد. حالا توی اسلاید بعدی عکسش رو میبینیم. دریاچه‌ای که تو سال 1377 6000 کیلومتر مربع بود، تو سال 2014 فقط اون قسمت ازش باقی بود و بخش عمده دریاچه خشک شد. میبینیم که اون بزرگراهی که اون وسط زدن این مشخصه با یه دونه خط. این بزرگراه کلا قسمت جنوبی در باعث شد که ارتباط دو قسمت قطع بشه. دلیل اصلی این بزرگراه نبود ولی موثر بود این بزرگراه. قسمت اول قسمت جنوبی دریاچه خشک شد، بعد قسمت شمالی هم در حال خشک شدنه. امروز که سال 1404 هستیم 97% دریاچه خشک شده و کاهش بارندگی ها تنها 5% تاثیر داشته. در خشک شدن دریاچه ارومیه تنها 5% کاهش بارندگی موثر بوده. من تمام صحبتایی که حالا عرض میکنم رو از منابعی آوردم، منابع معتبری که میتونم هر کدوم از دوستان خواستن این منابع رو در خدمتتون در قرار بدم. فرصت نیست یکی منابع رو ذکر کنم. بیش از 60 سدی که بستن، کشاورزی عظیم که روی این دریاچه اتفاق افتاد. حالا من چون هدفم نیست تک تک اینها رو بپردازم، راجع به تک تکش صحبت نمی کنم. فقط میخوایم ببینیم که به چه سمتی داریم میریم. 32 میلیارد متر مکعب آب کل دریاچه سد زاینده رود در بهترین حالت 1.5 میلیارد متر مکعب بله ظرفیت ذخیره آب داره.
سد کارون 3 اگر دوستان تشریف برده باشن، دهده سمت زراف، اون آبشار شیر و اون در 3 میلیارد متر مکعب ذخیره شده، در بهترین بزرگترین وضعش 4 میلیارد متر مکعب آب میگیره. 32 میلیارد متر مکعب از که این از 1377 تا الان، حالا غیر از اون بارندگی ها و آبایی که بعد از اون رفته، خشک شده. وضعیت قدیم دریاچه ارومیه و وضعیت امروزش، من خودم خاطرم هست که سفر میکردم دریاچه ارومیه با خانواده یا میرفتیم، واقعا نگران این بودیم که غرق نشیم، چون بعضی از بخشش خیلی پر آب بود. کشتی حالا قایق‌های بزرگ در دریاچه رفت آمد میکردن. مردم محلی از دو طرف دریاچه محصولات کشاورزی یا چیز داشتن رو با قایق‌های بزرگ می‌بردن و خب مشخصه دیگه امروزه خشک شد. خب از اصفهان شروع شد. موقعی که از اصفهان شروع شد، همه یه عده گفتن زاینده رودخانه فصلی بوده از اولش. اصفهان که کبیره، در صورتی که شهر اصفهان کبیر نیست و سرچشمه‌های اصفهان هم که اصلا توی قسمت کاملا کوهستانی ایران هست. خیلی این رو میشنیدیم. همون موقع خیلی از متخصصین گفتن که حالا بعداً راجع به این شایعات هم صحبت میکنم، ولی همون موقع کسایی که به صورت علمی و جدی نگاه میکردن گفتن این ربطی به این مسائل، مثلا که حالا زاینده رود یک رودخانه فصلیه، در طول تاریخ همیشه زاینده رودخانه دائمی بوده. بله ما سالهای خشکسالی داریم که حتی سعدی هم میگه که درباره خشکسالی دجله و فرات هم میگه اینکه یه رودخونه یک سال در اثر خشکسالی خشک بشه دلیل این نیست که اون رودخونه فصلیه. زاینده رود هم ممکنه در تاریخ زمانهایی به صورت موقت خشک میشده، ولی زاینده رود همیشه رودخانه دائمی بوده. از زاینده رود شروع شد، به دریاچه ارومیه هورالعظیم کشید و امروز رسیده به تالاب انزلی، رسیده به پربارشترین استان ایران، استان گیلان، کنار بزرگترین دریاچه جهان، دریای مازندران، دریای کاسپیان. تالاب انزلی 20,000 هکتار، مرطوب ترین تالاب ایران، زیستگاه بسیار بی‌نظیری برای ماهیان، برای آبزیان، برای پرندگان، یکی از ایستگاه‌های کوچ پرندگان در مسیر شمالی جنوبی بوده، از روسیه به سمت آب‌های گرم پرندگان در واقع توی این رفتن. و خب امروز عکسایی که از مال 1404 در بخش زیادیش که خشک شده، در عمیق‌ترین قسمت‌ها عمق آب بیشتر از 1 متر الان نیست تا حالا امسال. و حالا اگر دوستان ویدیوهایی که منتشر شده رو برن ببینن، جایی که قبلا قایق‌های بزرگی رفت آمد کردن، امروز مردم محلی دقیقا قدم میزنن، رفت با پای پیاده عبور میکنن. بعدی خلیج گرگان هست. خلیج گرگان در جنوب شرقی دریای کاسپیان یک باریکه‌ای از آب هست که با یک کانالی به دریای کاسپیان راه داره و الان شروع به خشک شدن کرده. یعنی پیش بینی هایی که میشه 1420 دیگه نهایت خلیج گرگان هم خشک شده. و از همه بدتر راجبه دریای خود مازندران، راجبه در این وضعیت خلیج گرگان هستش که حالا احتمال میدن که حد اکثر تا 10 دهه یا تا 1420 به صورت کامل خشک خواهد شد. حتی درباره خود دریای کاسپیان هم هشدارهایی داده میشه، به خصوص با برنامه‌هایی که روسیه داره اجرا میکنه، اینکه حالا خشک شدنش رو تا 100 سال آینده میگن، ولی عقب نشینی دریاچه خط ساحلی به هولوش 1 کیلومتر رو در واقع صحبت ازش میکنن که ممکنه تا 1 تا 2 دهه آینده رخ بده.
یکی از رودخانه‌های پر آب استان گیلان مشخصه، تا کنارش جنگل هست و این وضعیت چه توی با تابستان امسال که کاملا رودخانه خشک شده دیگه، با موتور دارن کفش رانندگی میکنن. ببینید موقعی که با موتور میرن یعنی دیگه گلم نیست، یعنی این میتونه به راه خشک دیگه، در اون حدیه که حالا میتونه موتور به راحتی بره. این وضعیت امروز هست در پربارش ترین و پر آب ترین استان ایران. این فهرست رو میشه ادامه داد، میشه بقیه استانا رو بریم تو استان فارس، خوزستان و بله. ما متاسفانه علاوه بر اون مسائل داخلی که داریم، حتی در قسمت‌هایی مثل سیستان و خراسان اون حقابه‌ای که بعد از رودهامون از کشورهای همسایه بگیریم، هم اون حقابه ها رو بهمون نمیدن و اون منابع آب اونجا هم داره خوش میشه. الان منابع آب شرب شهر مشهد با تهدید مواجه هست و اگر فکری براش نشه، حالا جمعیت شهر مشهد متغیر هست به خاطر بحث توریست، بالای 3 میلیون نفر در حالت ماکسیموم خودش میرسه. برای 3 میلیون نفر ممکنه تأمین آب شربشون با مشکل مواجه بشه. خب این عواقب این خشک شدن جدا از خود بحث کمبود آب که حالا این آبها کمبود آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه، ما 2 تا مشکل اساسی دیگه هم داریم که ناشی از خشک شدن منابع آب، رودخانه ها و دریاچه ها هست. اولی بحث ریزگرد هست که راجبش صحبت کردیم. موقعی که رطوبت خاک کم میشه، خاک خشک میشه، با اولین بادی که میاد این ذرات ریز خاک در هوا پراکنده میشه. به ویژه این که ما رودخانه هامون رو پر از پسماندهای شهری و صنعتی کردیم و این پسماندها در بستر تالاب ها و رودخانه ها ته‌نشین شده. الان با خشک شدن اینها فلزات سنگین وارد هوا میشه و ذرات موادی که سرطانزا هستن در هوا پراکنده میشن. ما امروز با اصطلاحی هست که من به کار میبرم رو خیلی از پزشکان به کار میبرن، سونامی سرطان مواجهیم. بسیاری از استانهای ما آمار سرطان به صورت کاملا تصاعدی داره جلو میره. ما الان میبینیم اگر قبلا در هر فامیلی 1 نفر سرطان داشت، الان در هر خانواده 1 نفر داره سرطان میگیره و سونامی سرطان، حالا من خیلی آمارشو ندارم ولی پزشکان راجبش خیلی شدید هشدار میدن. و آلودگی هوا رو داریم. اصفهان تقریبا در طول سال زیر 20 روز هوای سالم داره. حالا من اهواز رو آوردم اینجا. اصفهان اگر وضعیتش از اهواز بدتر نباشه بهترم خیلی نیست. تهران در اهواز در سال 1402 70% روزهاش ناسالم بوده. اصفهان هم شرایط بهتری نداره و جذام سرزمینی فرونشست همون طوری که جذام بخشی از بدن انسان رو از بین میبره، فرونشستن بخشی از زمین رو از بین میبره. هر جایی دچار فرونشست بشه دیگه غیر قابل سکونت و غیر قابل استفاده هستش. یعنی شما نمیتوانی اگر یه جایی زلزله بیاد بعد بیرن اونجا رو بازسازی میکنن، آبار برداری میکنن و خونه میسازن، دوباره زندگی جریان پیدا میکنه. ولی جایی که فرونشست رخ بده دیگه غیر قابل سکونت میشه برای همیشه، حداقل برای قرن‌ها یا هزاران سال غیر قابل سکونت میشه. من مهمترین آمار راجع به نمیخوام خیلی وارد بحث فرونشست بشیم، ما مثلا اون آب هست فقط برای اینکه ببینیم
به عنوان یک آمار کلی در چه شرایطی قرار داریم. اتحادیه اروپا 4 میلیمتر در سال رو قابل قبول ذکر کرده، یعنی فرونشست زیر 4 میلیمتر در سال در یک منطقه قابل قبوله. میانگین ایران 15 برابر این هستش، یعنی 6 سانتی متر 60 میلیمتر هستش. میانگین کل ایران 6 سانتی متر هستش. تو برخی از دشت ها تا 36 سانتی متر داریم، 4 میلیمتر 36 سانتی متر، 90 برابر مقدار مجاز. ببینید ما خیلی از اینها به نظرمون غیر واقعیه، همونجور که باور نمی‌کنیم زاینده رود خشک بشه، همونجور که باور نمی‌کنیم دریاچه ارومیه خشک بشه و خیلی از جای دیگه. این فرونشست هم الان شاید ما فکر می‌کنیم که خب حالا یه چیزی هست که معلوم نیست بشه نشه، ما زنده هستیم نیستیم، ولی فرونشست زودتر از آن چیزی که فکر کنیم سراغ ما خواهد اومد و ما رو مجبور میکنه که شاید کوچ‌های عظیم توی ایران انجام بدیم. متاسفانه یکی از نقاطی که خیلی در حال تهدید هست خود شهر اصفهانه، دشت اصفهانه. من نمیخوام آماری بگم که اینجا که یه موقعی حرف و حدیث داخلش باشه، 1409 1418 1420 حد اکثر سالهایی که میگن که فرونشست اصفهان به نقطه غیر قابل بازگشت میرسه. یعنی ما هنوز فرصت داریم که این برای فرونشست اصفهان فکری کنیم، ولی از من بدترین یعنی بهترین پیش بینی که 1420 باشه رو در نظر بگیرم، 16 سال دیگه به نقطه‌ای میرسیم که نمیشه دیگه برای فرونشست اصفهان کاری کرد. مرکز اصفهان 3000 سال پایگاه تمدن ایران در مرکز فلات ایران بوده. صحبت یه شهر نیست، صحبت از 3000 سال تمدنی، چند میلیون انسانن که دارن اینجا زندگی میکنن. ما این رو فکر میکنیم که میگم خیلی هنوز عمق مسئله رو در نظر نگرفتیم، ولی بزرگترین دارایی هر کدوم از ما چیه؟ خونمونه دیگه. اگر یه روز قرار باشه اینو بگذاریم و بریم بدون ارزش بشه، دیگه چه چیزی برای از دست دادن داریم؟ پس فرونشست هم در اثر اون بحران آب بسیار جدیه. اصطلاحی که حالا استفاده میکنن خیلی شیک، ناترازی، دولت مردان استفاده میکنن فقط برای اینی که خورده این رو دلپسندش کنن، از تلخی و گزندگی بگیرن. ما دیگه از بحران هم گذشتیم، راجبه آب و حالا دارم صحبت میکنم و بعدش فرونشست. ما الان در لب مرز فاجعه هستیم. این درک کردن این مسئله قسمت اول صحبت. خب پس ما الان اینجا من طرح مسئله کردم تا اینجا که ما متوجه بشیم مسئله آب اهمیت داره برای ما و بعد به صورت جدی راجبش صحبت کنیم. من یک سری از اطلاعات کلی رو میخوام راجب آمار و اطلاعات کلی رو راجب آب بگم تا ما درک کنیم که خب این بحران اصلا چی هست، ریشش چیه و چرا به این وضعیت دوچار شدیم. اگر هم روزی بخوایم ازش رهایی پیدا کنیم از چه مسیری باید بریم. این یک دیدگاه کلی راجع به مسئله پیدا کنیم. خیلی نمیخوایم راجع به جزئیات وارد بشیم، حالا دلیل مثلا خشکی زاینده رود چی بوده، دریاچه ارومیه چی بوده، وضعیت کلی ایران رو به عنوان یک مجموعه میخوایم در نظر بگیریم. خب هیدرولوژی علم بررسی آبه، چرخه آب در طبیعت رو بررسی میکنه، منابع آب و حالا واکنش آب در محیط و ارتباطش با جانداران. ما یک چرخه آب در طبیعت داریم که خب خیلی از ما در دبستان با این آشنا شدیم. آب به صورت یک چرخه در طبیعت حرکت میکنه. مثلا از سطح اقیانوس ها، از سطح آبهای سطحی تبخیر میشه، وارد جو میشه، به صورت نزولات آسمانی بارش های جوی میاد و به صورت جریان های
روی سطحی و زیرزمینی راه میفته، دوباره برمیگرده و تکرار میشه این چرخه. میزان آب موجود در کل آب موجود در کره زمین تقریبا ثابته. حداقل میتونیم بگیم در مقیاس تاریخی ثابته. یعنی چی؟ یعنی حداقل در 10,000 سال 50,000 سال گذشته حجم آب داخل کره زمین خیلی تغییر زیادی نکرده، ثابت بوده. به صورت یک چرخ حرکت کرده ولی این میزان آب کم و زیاد نشده. من یه واحدی رو خدمتتون معرفی کنم، چون از این واحد از این به بعد میخوایم استفاده کنیم. کیلومتر مکعب. ما کیلومتر و کیلومتر مربع رو میشناسیم، حالا میخوایم راجع به کیلومتر مکعب صحبت کنیم. یک مکعبی که هر ضلعش 1 کیلومتره. مثلا اگه در نظر بگیریم از یه ضلعش دم دروازه دولت باشه، یکیش بیاد مثلا 33 پل، بعد یه ضلعش بیاد اینجا و همینطور بره دمش شاید دم این طرف به سمت حالا صمدیه و این 1 کیلومتر هم بره بالا. ببینید این در واقع آثار باستانی مهمی، حالا آثار مهمی مثل برج ایفل یا هرم اهرام مصر یا در واقع این پایر استیت و برج دبی در مقابل این رو میبینیم. این رو من میخوام یک دیدی راجع به بزرگی این عدد پیدا کنیم. بعد معمولا خیلی افراد دوست ندارن با عدد و رقم سر و کار داشته باشن، اونم توی یک صحبت عمومی، ولی ما اینجا ناچاریم که یه خورده به اعداد بپردازیم چون اهمیت دارن. و این واحد کیلومتر مکعب رو بزرگیش رو در نظر بگیرید. هر 1 کیلومتر مکعب 1 میلیارد متر مکعب میشه. این واحد رو ما از این به بعد استفاده میکنیم. حالا ممکنه یه جایی من بگم 1 کیلومتر مکعب یا بگم 1 میلیارد متر مکعب، این دو تا با هم دیگه برابر هستن. در مقایسه حالا با یه قسمتی از شهر نیویورک، این رودخانه سد کارون 3 که حالا خیلی از دوستان تشریف بردن، کل اون دریاچه پشتش 3 کیلومتر مکعبه یا 3 میلیارد متر مکعب آب ذخیره میتونه بکنه. خب ارتفاع سد هم 205 متر هست. سد زاینده رود 1.5 کیلومتر مکعب میتونه در حالت حد اکثری خودش آب ذخیره کنه. این واحد رو فقط گفتم چون میخوام ازش استفاده کنم. ما خیلی میشنویم که در کره زمین آب زیاد داریم، 70% زمین آبه، ولی 70% سطح زمین آبه. اگر بخوایم حجمی صحبت کنیم خیلی خیلی کمه. سطح زمین بسیار صافه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما شعاع زمین که 6300 کیلومتر رو در نظر بگیرید، 8 کیلومتر ارتفاع اورست عمیق‌ترین جای اقیانوس هم 11 کیلومتره. سطح کره زمین از سطح توپ پینگ پونگ صافتره، یعنی از فاصله که برجستگی هاش خیلی کمه. 11 کیلومتر عمیق‌ترین نقطه اقیانوس در مقایسه با شعاع زمین خیلی کمه. مثل اینه که شما یک توپ پینگ پونگ رو خیس کرده باشید، هیچ چیزی اون در حجم اون خیلی کمه. اگه کل آبای زمین رو در واقع جمع کنیم، یه دونه کره میشه به شعاع 700 کیلومتر که مشخصه مقایسه کنیم 1/4 حجم ماه میشه. کل آبای زمین، حالا حجمش رو کار نداشته باشیم، درصدش رو بگیم، 1360 میلیون کیلومتر مکعب کل آبیه که تو زمینه. گفتیم ثابته دیگه، یعنی 50,000 سال پیش هم همین مقدار بوده. این میزان حجمی که آب در کره زمین حالا در چرخ است تبدیل میشه. بیش از 97%ش تو اقیانوس ها شوره و غیر قابل شربه. یخچال‌های طبیعی در قطب‌ها و کوه‌های مرتفع 1.7% آب‌های زمین. یعنی همین دوتا
به تنهایی نزدیک 99% آبهای زمین شد. پس از اون حجم آبها 99%ش تقریبا غیر قابل استفاده است. حالا درسته امروزه یه بخشیش رو شیرین میکنن ولی خیلی خیلی کمه. سفره‌های زیرزمینی کمتر از 1%، 0.9%. آبهای شیرین سطحی 0.02% و 0.001% هم بخار آبیه که در اتمسفر هستش. کل بارندگی که در کره زمین اتفاق میفته 110,000 کیلومتر مکعبه. 70,000 کیلومتر مکعبش تبخیر میشه. 110 تا 70 تاش تبخیر میشه. چقدر باقی میمونه؟ 40 تا. 40,000 تاش باقی میمونه. به این میگیم منابع تجدید شونده. منابع تجدید شونده آب اختلاف بین بارش و تبخیره. این هر سال تکرار میشه. دقت کنید، بعد ما سال خوش سالی داریم، سال تر سالی داریم. ما با میانگین کار میکنیم. معمولا هم میانگینه 50 ساله رو برای بارش ها ما به کار میبریم. پس اینجا هر جا راجع به بارش ها صحبت میکنیم میانگین 50 ساله هستش از این به بعد. پس اختلاف بین بارش به صورت باران، تگرگ، برف به هر صورتی، این میشه میزان، یعنی 40,000 کیلومتر مکعب منابع تجدید شونده آب کل کره زمینه یا تجدید پذیر کل کره زمین است. حالا این 40,000 تا چه جوری تقسیم شده؟ متاسفانه خیلی ناعادلانه تقسیم شده. از اون 40,000 تا 5,000 خورده ایش کجاست؟ روسیه. برسید 5,600 تا برسید، 4,300 تا روسیه، 2,850 تا کانادا، 2,800 تا، خب این چند تا کلش رو بردن دیگه، چیزی برای بقیه باقی 40,000 تاست دیگه. کلا به میاد پایین تر مثلا 1,000 تا کجاست؟ میانواره دهمه. ایران رتبه 48 با 128 از 40,000، یعنی ما 128 کیلومتر مکعب، واحدمون کیلومتر مکعب دیگه، 128 کیلومتر مکعب منابع تجدید شونده آبه. برای میخوام عددی نباشه که از ذهنتون بره. این 128 سه تاش کجا؟ کارون 3، پشت سد کارون 3. 1.5 حالا خیلی خوش حالت در میانگین پشت سد زاینده رو. پس کل ایران، سهم ایران از اون در واقع 40,000 کیلومتر مکعب 128. در مقابل مثلا 5,600 برزیل، 4,300 اونجا. کمتر اینا بحرین و کویت که هیچی اصلا سهمی ندارن. این کشورهای حوزه خلیج فارس اصلا کلا منابع تجدید شونده آب، بحرین نداره، قطر نداره، اینها رودی ندارن، کویت نداره، امارات تقریبا میتونیم صفر در نظر بگیریم. این چند تا تقریبا هیچی ندارن. خب این ببینید قطر این عدد دیگه نزدیک صفر، حالا این دو تا که عملاً صفره، اینم اینقدر کوچیکه که قطر که نزدیک صفر میتونیم در نظرش بگیریم. در واقع پارامتر بعدی که پس اولین مسئله مهم در مورد آب چی بود؟ منابع تجدید پذیر یا تجدید شونده، اختلاف بین بارش و تبخیر. یعنی بارش یه مقداری تبخیر میشه، یه مقداریش برای ما چیه؟ باقی میمونه. ایران 130 در نظر بگیریم، این عدد رو رندش کنیم راحت کنیم. 130 ایران 130 کیلومتر مکعب منابع تجدید شونده شه. خب منابع تجدید شونده یک پارامتر دیگری هم اهمیت پیدا میکنه، جمعیت. این آب قراره بین چند نفر تقسیم بشه. ما میایم سالانه منابع تجدید شونده آب رو تعریف میکنیم که این از تعریف منابع تجدید شونده بر جمعیت میاد. یعنی ما بیایم حالا به جمعیت تقسیم کنیم، ببینیم از این 130 تا سهم ما چقدره، سهم هر نفر چقدر میشه. ما اون دسته‌بندی که اول گفتیم برای کلیه کشور بود، حالا ببینیم متوسط برای هر نفر چقدره. اگر ما بیایم این رو در واقع رقم رو حساب کنیم، کل اون 40,000 که مال کره زمین بود رو بیایم تقسیم کنیم به جمعیت،
سرانه به هر نفر به طور میانگین 7400 متر مکعب برای هر یک نفر در ساله. یعنی میانگین هر نفر در کره زمین 7400 متر مکعب آب بهش میرسه که ولی این میانگین دنیاست. باز این هم ناعادلانه تقسیم شده. نکته‌ای که وجود داره، سازمان ملل متحد، حالا اون کارشناسانش اومدن مرز تنش آبی رو تعریف کردن. گفتن کشوری که سرانش از 1000 کمتر بشه، از 1000 متر مکعب در سال برای هر یه نفر کمتر بشه، اون کشور با تنش آبی مواجهه. ما میایم این کار رو میکنیم، کشور رو منابع تجدید شونده آب رو بر جمعیتشون تقسیم میکنیم. این جدول میشه. این جدول متر مکعب سال بر نفره. این ستون رو باهاش کار داریم. متر مکعب بر سال به ازای هر نفر. ایسلند 498,000 از 498 چون جمعیت خیلی کمی داره، 400,000 تو فکر کنم جمعیت داره. گینه 344,000، نمیدونم کنگو 150,000 تا میرسیم مثلا به نروژ 72,000. ایران چقدره؟ 1600. 1600. رتبه‌مون 130. ما اون رتبه‌مون 48 بود در منابع در سرانه. یعنی ما درسته از نظر حجم منابع آب مثلا 50 دنیا 48 هستیم، ولی موقعی که به جمعیت تقسیم کنیم اوضاع خیلی بدتر میشه. اینجا اون مخرج کسر است که خورده مشکل ایجاد میکنه. خب کشورهای آخرم که وجود داره مثل اردن و زیمبابوه و عربستان سعودی، ببینید کشورهای همسایه ما در ته لیستن، از ما وضعیتشون بدتره. ما 130، مثلا کویت 183 هستش. بریم سراغ میزان مصرف آب در دنیا. خب 40,000 کیلومتر مکعب بود کل دنیا منابع تجدید پذیرش. میانگین در دنیا چه جوری مصرف میشه؟ حالا هر کشوری وضعیتش فرق میکنه، ولی ما یک متوسطی برای کل دنیا اگر حساب کنیم 69% در کشاورزی، 23% صنعت، مصارف شهری هم 8% هستش. این میانگین دنیا هستش. خب ایران با متوسط بارندگی در دنیا 990 میلیمتر در ساله، یعنی تقریبا 1 متر. 990 از که 1000 میلیمتر دیگه، تقریبا 1 متر بارندگی داریم. و خب این نقشه نشون میده مناطق پربارش تا این کمربند خشک دنیا اینجاست که ما روی این کمربند خشک قرار گرفتیم. از شمال آفریقا میاد و عربستان و ایران و افغانستان عبور میکنه. بیشترین بارش دنیا کلمبیاست با 3240 میلیمتر، نزدیک 3.5 متر. کمترین مصر با 51 میلیمتر. ایران 220، متوسط بارش ایران 228 میلیمتره که رتبه 164 رو در بین کشورهای دنیا داریم. ما وضعیت در منطقه خشک دنیا قرار گرفتیم. این رو باید بپذیریم. اقلیم ما خشک، ما نمیتوانیم در واقع بیایم و خودمون رو با کشورهای پر آب مقایسه کنیم. همونجور که تو دنیا ناعادلانه منابع تقسیم شده، تو ایران هم ناعادلانه تقسیم شده. ما قسمت غرب و شمال رو داریم که پربارش ترن، قسمت مرکز و شرق رو داریم که بسیار خشک هستن. بیشترین میزان بارش ایران در استان گیلانه که 1019 میلیمتر، کم بارش ترین استان یزد با 96 میلیمتر، استان اصفهان 156 میلیمتر میزان بارش سالانه، استان 26 مه. یعنی ما در ایران هم در انتها قرار گرفتیم، استان اصفهان. این باز میانگین 50 سال است. عرض کردم ما یه سالی داریم مثل 1400 خیلی پرباران، یه سالی هم داریم مثل امسال کم باران. استان‌های اصفهان، گیلان، ببینید تازه متوسط دنیا 990 بود دیگه. ما فقط یه دونه استان گیلانمون حالا یه متوسط دنیاست. یعنی
پربارشترین استان ما تازه اندازه متوسط دنیاست. 990 1010 خیلی فرق با هم دیگه، 1019 خیلی با هم فرقی ندارن. خب دومین استان پربارش ما استان کوچیلی بوی رحمره، مازندران نیست خیلی، حالا برخلاف اون چیز که فکر کنن. سومی چهارمحال و چهارمی مازندران هست. روی نقشه اگر من برگردم یه لحظه اینها رو، این قسمت تمام ببینید پربارش تمام اینها پا میره به سمت خوزستان. حالا خوزستان رو بعداً بررسی می‌کنیم شرایطش به چه صورتی هستش. مصرف آب در ایران به چه صورته؟ میزان بارندگی در ایران 413 میلیارد متر مکعب، 128 بود که گفتیم روندش می‌کنیم 130 تاش منابع تجدید شونده قابل استحصال است و ما از این 130 تا 98 تا رو برداشت می‌کنیم، تقریباً 100 دیگه عددا رو روندش می‌کنیم. 413 میلیارد متر مکعب یا کیلومتر مکعب بارش داریم، 130 تاش تجدید اون اختلافش با تبخیره، بقیه‌اش تبخیر میشه غیر قابل استفاده است و 130 تاش قابل استفاده است، قابل استحصاله، 98 تاش رو برداشت میکنیم. میانگین 50 ساله امسال ما 45% کمتر بارش داشتیم. اینها رو در نظر بگیرید. بله سالها کم و زیاد میشود. از اون 98 تا چجوری استفاده میکنیم؟ 87 تاش رو 87 میلیارد متر مکعب رو میبریم در کشاورزی، 8 میلیارد متر مکعب در مصارف شهری و 3 میلیارد متر مکعب در صنعت. یکی از مشکلاتی که در ایران وجود داره، آمار درست به دست آوردن خیلی سخت است. سعی میکنم اینها رو با منابع مختلف داخلی و خارجی تطبیق بدم تا به عددی نسبتاً درست برسیم. خب ما باید مثلا سازمان هواشناسی مرجع این مسائل و تمامی آمار رو باید سالانه منتشر کنه. منتشرم میکنه ولی جا خالی خیلی در این آمار داریم. وزارت نیرو باید مثلا وضعیت آبای سطحی رو، وضعیت مصرف رو بگه، ولی چند ساله که به خصوص گزارش ها خیلی جا خالی داره. حالا من این پارسال این رو دیدم، 9/1403 میگم که اعداد رو سخنگوی وزارت سخنگوی حالا صنعت آب گفته که ما میخوایم در 1420 میزان مصرف صنعت رو از 3 فعلی به چند برسونیم؟ 3 و 7 برسونیم و شهری رو از 9 که حالا من 8 توی منابع دیگه به دست آوردم به 13.5 برسونیم. منظورم اینه که این آماری که داریم میگیم تقریبا آمار قابل اعتمادی است. بریم سراغ منابع تجدید شونده آب ایران. من راجع به دنیا صحبت کردم، 7400 متر مکعب به ازای هر نفر شد. در ایران چی؟ خب ما باید ببینیم باید جمعیت رو باید چی قرار بدیم. موقعی که میخوایم این سرانه رو حساب کنیم، منابع تجدید شونده که 130 جمعیت رو چند قرار بدیم؟ این نمودار جمعیت ایرانه، از 1335 تا 1395 از 19 میلیون به 80 میلیون و 1400 به 84 میلیون رسیده. خب اگر بخوایم اینا رو تقسیم رو انجام بدیم، 130 رو بذاریم اینجا، جمعیت هم اینجا قرار بدیم، سال 1335 سرانه ایران 6800 بوده، 7400 میانگین جهانه. حتی اون موقع ما از میانگین جهان کمتر بودیم. جمعیت اضافه شده تا سال 1355 از 6800 رسیدیم 3800. صورت این کسر ثابته، مخرج داره بزرگ میشه، کل کسر چی میشه؟ کوچیک میشه. 1400 رسیدیم به 1540 که توی اون منبع خارجی که آوردم 1600 زده بود. خب آیا ما جمعیت مهاجرین رو هم در نظر گرفتیم یا نه توی این سرشماری که مثلا من جمعیت ایران رو اینجا بگذاریم سال 1484 میلیون، اگر مثلا 6 میلیون 7 میلیون مهاجر به این اضافه بشه، خب این عدد کوچیک‌تر میشه دیگه. ببینید این که میگن ایران نمیدونم جمعیت 100 میلیونی و 120 میلیونی و 150 میلیونی میتونه داشته باشه، نمیگم نمیتونه داشته باشه، ولی خیلی باید صنعت پیشرفته این داشته باشیم، توسعه یافته باشیم، چون ما داریم به مرز تنش آبی نزدیک میشیم.
تازه اگر من بخوام این عدد رو بگذارم امسال رو بخوام حساب کنم، جا 145% باید اینو کمش کنم. یعنی الان شاید ما زیر 1000 باشیم. من میانگین 50 ساله رو توی این محاسبه قرار دادم. حالا بله مثلا یک سالی هم داریم مثل 1400 خیلی پربارشه. حتی میانگین 50 ساله رو هم که در نظر بگیریم ما داریم به مرز تنش آبی نزدیک میشیم. شعارهایی که راجع به افزایش جمعیت ایران میدن این بدون در نظر گرفتن منابع آب، بدون محدودیت منابع آب، یعنی ایران رو وارد یک بحران دائمی و همیشگی کردن و خیلی خطرناک میتونه باشه. ما یک مقداری طبیعتمون خشک، یعنی طبیعت ما خشکه. دیدیم هم از نظر منابع آب هم از نظر سرانه ما در بخش خشک دنیا واقع شدیم. آب کم داریم. حالا بریم ببینیم این آب کم رو چجوری استفاده میکنیم. درد اصلی اینجاست. کشورهایی هستن که سرانشون از ما بدتره، همسایه هامون، ولی ما این آب کم رو هم داریم به بدترین نحو هدر میدیم. تولید ناخالص داخلی رو همه دوستان میدونن، کل کالا و خدمات تولید شده در یک کشور میشه تولید ناخالص داخلی. مواد اولیه، نیروی انسانی، دانش فنی، انرژی. حالا آب رو معمولا داخل انرژی میگذارن، ولی ما چون اینجا باش کار داریم جدا کرد. همه اینها باید باشه که ما این ثروت رو داخل ایران چکار کنیم؟ تولید کنیم. ما میخوایم ببینیم هر 1 متر مکعب آب چند دلار پول برای ما میتونه به همراه داشته باشه. خب این محاسبات انجام شده، ما مقدارش رو در دنیا این رو داریم. اومدن در دنیا محاسبه کردن برای کشورهای مختلف، ببینن به ازای هر 1 متر مکعب میانگین دیگه کل درآمد کشور تقسیم بر کل مصرف آب، واحدش هم میشه دلار بر متر مکعب. بهترین کشور رنکیه که دنیا لوکزامبورگ هست، 1348 دلار به ازای 1 متر مکعب. دوستان میدونن دیگه همین تانک هایی که حالا کوچیکی 1000 لیتر یا دیگه، یعنی با هر یه دونه از اون تانک ها توی این کشور، توی این اقتصاد 1348 دلار پول در میاد. موناکو، خب اینها به دلیل اینکه کارهای بانکی میکنن، توریست، سرمایه‌داران بزرگ، عدد خیلی بالاه. ما انتظار نداریم حالا همه کشورهای دنیا اینجوری باشن. سنگاپور 675، دانمارک 433، ایرلند 428، رژیم 269 دلار، سوئد 222. حالا میرسیم حتی کویت 145، یونایتد امارات متحده عربی 147، میبینید بحرین 216 دلار به ازای هر 1 متر مکعب آب که مصرف میکنن این ثروت رو تولید میکنن. قطر، بله قطر 4م 654، حالا عذرخواهی میکنم اگه اشتباه گفتم. بیایم کشورهای دنیا رو ببینیم. یه سریشو من آوردم، کشورهای توسعه یافته رو توی این جدول آوردن، کشورهای همسایه ما هم آوردن. ببینید روسیه، چین، آمریکا، این کشورهای بزرگی هستند، منابع آب زیادی دارن. خیلی از این منابع آبشون بدون استفاده وارد اقیانوس میشه. کانادا به همین صورت. ولی همین کشورها با این منابع عظیم آب، رقمشون 45، 42، روسیه 21، کشورهای توسعه یافته اروپایی مثلا انگلستان خب رقم بسیار بالا 360 دلاره. ایران چنده؟ ایران رتبه 150 دنیا 4.8 دلار. یعنی ما نه تنها آب کم داریم بلکه این آب رو بدون استفاده، بدون اینکه ثروتی ازش به دست بیاریم هدر میدیم. این مشکل اصلی ماست. ما تا زمانی که این عدد بهبود پیدا نکنه ما باید این همین آب کم رو که داریم اولویت بهش بدیم، در جایی استفاده کنیم که ثروت بیشتری برای ما تولید کنه. ما دیدیم از اون 98 میلیارد متر مکعب آبی که استفاده میکنیم
87 رو در کشاورزی استفاده میکنیم، فقط 3 میلیارد متر مکعبش رو در صنعت استفاده میکنیم. تقریبا 3% آب کشور در صنعت مصرف میشه و صنعت جاییه که ارزش افزوده داره. کشاورزی به خصوص در ایران با روش‌های ناکارآمد و غیر بهره برای کشاورزی که ما داریم، اگر ما ارزش آب رو حساب کنیم، اصلا خیلی از این محصولات منفیه قیمتش، یعنی بر غیر اقتصادی. تنها در این صورتی که ما آب مفت پای این محصولات داریم میریزیم. اگر از اون کسی که داره آب رو در این کشاورزی استفاده میکنه یک حداقلی از پول آب رو بگیرن، اون هیچ موقع دیگه کشاورزی نخواهد کرد. حالا چرا ما به این سمت رفتیم؟ چرا به این سمت رفتیم که این همه آب رو در بخش کشاورزی ازش استفاده کنیم؟ جای بحث فراوان داره، منم نمیخوام واردش بشم. سیاست خودکفایی از کجا اومد؟ زمانی که ما نتونستیم توسعه صنعتی داشته باشیم، شغل برای جوانان ایجاد کنیم، جهش جمعیتی داشتیم، روند صنعتی شدن کشور متوقف شد، حجم زیادی افراد بیکار داشتیم. چی کار کنیم؟ به انواع، من تازه راجع به استخراج آب از منابع زیرزمینی که اون خودش یه فاجعه است، راجع به هنوز صحبتی نکردم. برای اینکه به اینها مشغول باشن به صورتی اینکه ما اگر همین آب رو بسته بندی می‌کردیم می‌فروختیم، یه عده زیادی بیکار می‌شدن. ما فقط می‌خواستیم مشکل بیکاری رو به هر جوری شده حل کنیم، حتی با ضرر، یعنی ضرر بدهیم ولی افراد بیکار نباشن. یک مقایسه‌ای می‌خوام انجام بدم بین در واقع خوزستان و کشورهای عربی. ببینید ما کمبود آب، ما بله در اقلیم خشک، در کمربند خشک دنیا واقعی، ولی همون اندک آبی رو هم که داریم چجوری داریم نابودش میکنیم. عربستان 35 میلیون جمعیت، یمن 41، عمان 5، کویت 5، امارات 11، بحرین 1.5، قطر 2.8، 101 میلیون نفر. تو این در واقع 7 کشور عربی کل منابع آبشون چقدره؟ 83 کیلومتر مکعب. خوزستان 30 میلیارد متر مکعب آب داره. در بدترین شرایط 18 این عدد در پشت در سال 1400 در عید 1400 یادتونه شیراز سیل اومد، در 15 روز 30 میلیارد متر مکعب آب رفت پشت سدهای خوزستان. 6 ماه بعد خوزستان کم آبی داشت، مشکل خشکسالی داشت. همون موقع هورالعظیم 6 ماه بعدش خشک بود. 5 میلیون جمعیت داره، 101 میلیون در مقایسه. خوزستان بیشترین نرخ مهاجرت درون سرزمینی، یعنی از خوزستان به استانهای دیگه رو داریم ما. یعنی علیرغم این حجم چی دارن؟ نفت دارن. خوزستان منابع عظیم نفت داره. از نظر کشاورزی و حالا حاصلخیزی و مناظر زیبا که هیچ کدوم از این کشورها قابل مقایسه با خوزستان نیستن. پس حتی جایی که ما آب هم داریم اون رو نتونستیم ازش چکار کنیم؟ استفاده کنیم و داریم نابودش میکنیم. ثروتی ازش تولید نکردیم و مردمی هم که اونجا در کنار این آب هستن، اگر خوزستان تشریف ببرید غیر از یه 4 تا خیابون در خرمشهر و اهواز، بقیه خوزستان وضعیت خوبی نداره. بعضی مناطقش که واقعا بسیار بسیار زندگی بدی مردم دارن. من فقط طرح مسئله میخواستم بکنم، راه حل ارائه کردن، حالا مورد به مورد اینها رو بررسی کردن خیلی خیلی کار سختی است، ولی ما باید بدونیم که مشکلمون در تبدیل آب به ثروته. اگر بتونیم آب رو به ثروت تبدیل کنیم، یعنی روند صنعتی شدن، توسعه صنعتی کشور، توسعه پایدار رو جلو ببریم. ببینیم حالا غیر از حالا یک کشور، این غیر از حالا یمن که
درگیر جنگ داخلیه، شاید بسیاری از مردم ما ترجیح بدن برن تو این کشور زندگی کنن تا ایران. حالا یمن رو اتفاقا یمن هم پر آبترین کشور در بین اینها. و اون چیزی که مشکل ما هست، مشکل نپیمودن مسیر توسعه است، صنعتی نشدن. خب ما موقعی که میان راجع به بحران آب صحبت میکنن توی ایران، اولین چیزی که میان میگن صنایع آب در کبیر. خیلی این رو شنیدیم. اتفاقا ما دیدیم اون نقطه‌ای که ما باید تقویتش کنیم صنعته. حالا من نمیخوام از صنایع به هر نحوی دفاع کنم. بله توی یزد صنایعی ایجاد شده که نباید ایجاد میشده. ما در بخش‌هایی از کویرمون صنایع فولاد رو بردیم و صنایع دیگه ای رو که آب بر بودن درست مکانیابی نشدن. اما اتفاقا متهم ما صنعت نیست. اونایی که در واقع انگشت رو به سمت صنعت دارن نشانه میگیرن و میخوان صنعت رو بزنن در پناه این بحث آب، دارن در مسیر عکس ما رو بیشتر یا یک قصد و غرضی دارن یا کم دانش هستن. خب گیلان که دیگه کویر نیست، کم بوده آب نداره. خشکی تالاب انزلی و رودهای گیلان برای چیه؟ خلیج گرگان برای چیه؟ دریاچه ارومیه برای چیه؟ پس این صنایع آب در کویر در خیلی این رو هم روش مانور دادن، بسیار مانور دادن و متاسفانه خب فضای مجازی هم شده، عده‌ای هم بدون دانش تکرار میکنن. یا کلمه مافیای آب، ببینید این مافیای آب مثل همون جمشید بسم الله بود که میگفتن این دلار و سکه رو گرون کرده. این مافیای آب هم کیه؟ مافیای آب کجاست؟ خب چجوری؟ اینا پیدا نیست. یک موجود خیالی میسازن که تمام تقصیرات رو بندازن گردن اون. مشکل ما در سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزیه. من قبول دارم گروه های ذی‌نفع همه جا تشکیل میشه، اما اینکه گروه های ذی‌نفعی که معلول تصمیمات غلط، سیاست های غلط هستن رو ما به عنوان علت بیایم معرفی کنیم. مثل همونی که مثلا جمشید بسم الله رو اعدام کردن که بخوان قیمت سکه رو بیارن چیه؟ 3 میلیون تومان بود قیمت سکه اون موقع، دیگه قیمت سکه رو کنترل کنن. من قبول دارم گروه های ذی‌نفع هستن در بحث مسئله آب، اما اینکه اینها تعیین کننده باشن به هیچ عنوان. اگر بخوایم من یک متهمی رو بگم و به عنوان متهم ردیف اول، سیاست غنیمت و غارته. غنیمت بگیر و غارت کن. این سیاستی بوده که متاسفانه در 40-50 سال اخیر در ایران وجود داشته. یعنی چی؟ هر کس، هر سازمان، هر نهاد، هر شرکتی یک جایی رو غنیمت بگیرد، یک گوشه از منابع آب رو غنیمت بگیره و غارتش کنه. اگر من به عنوان کشاورز به یک چاه دسترسی دارم، تا جایی که میتوانم از این چاه چکار کنم؟ آب بیرون بکشم، غارتش کنم. اگر جایی رودخونه از جلوی خونم یا زمینم گذشته، یک پمپی بگذارم و تا جایی که میتونم رودخونه رو غارت کنم. اگر یک سازمانی هستم که نفوذ دارم، بیام یک منابع آب یک بخشی رو شروع کنم غنیمت بگیرم و تا جایی که میتونم غارتش کنم. به هیچ عنوان استفاده بهینه، به هیچ عنوان برنامه ریزی و توسعه منابع آبی حداقل در 40-50 سال اخیر برنامه ما نبوده. ما در بخش کشاورزی، بخش از عمده آب ایران هدر میره. میانگینش رو خدمتتون عرض کنم، تقریبا ما میانگین ایران با میانگین جهان مقایسه کنیم، در هر هکتار ما 2 برابر میانگین جهان آب مصرف میکنیم. 1/3 میانگین جهان هم محصول برداشت میکنیم. یعنی برای 1 کیلو محصول کشاورزی 6 برابر میانگین جهان داریم آب مصرف کنیم. مایی که در ناحیه خشک دنیا واقع شدیم، مایی که باید آب رو بسیار در واقع صرف جویانه استفاده کنیم، داریم 6 برابر میانگین دنیا در بخش کشاورزی آب مصرف میکنیم.
عرض کردم اصلا بحث راه حل ها و اینها نمیخوایم واردش شیم، اما میخوام یک نکته رو خدمتتون عرض کنم که همیشه یادمون باشه، این که باید آینده چی کار کرد، راه حل چیه، این خیلی جزئیات داره، نمیتونیم من به این راحتی جواب سردستی و بهش بدیم. اما من یه خط قرمز خیلی مهم رو میخوام معرفی کنم. به هیچ عنوان در ایران نباید برای بحث آب تصمیم منطقه‌ای و محلی گرفته بشه. ببینید یک زمانی اصفهان، یزد و چهارمحال سازمان آب منطقه‌ایش یکی بود، بعد در زمان دولت نهم اومدن اینها رو جدا کردن، چهارمحال رو از اصفهان جدا کردن. خب میدونید رودخانه زاینده رو از اصفهان شروع میشه وارد چهارمحال میشه به اصفهان برمیگرده. بعد به این صورت که خب ما حالا سیاست غنیمت و غارت تو اون سرمنشأ که داخل اصفهان شروع میشه 50,000 هکتار کشاورزی توسعه دادیم که اینجا بذاریم نره وارد چهارمحال شه. اینا چهارمحال میگه خب ما نذاریم وارد اصفهان شه. این سیاست منطقه‌ای ایران رو داره نابود میکنه. ببینید اصلا ما بحثمون فقط راجع به آبه و من این موضوعی هم که میخوام بگم فقط اون بخشیش که مربوط به آب میشه منظورم هست، با بقیه جوانبش کاری ندارم. مثلا موقعی که رئیس جمهور میاد میگه میخوام اختیاراتم رو به استاندارها واگذار کنم، بقیه شو من کاری ندارم، ولی در زمینه آب یعنی فاجعه، یعنی ایجاد جنگ محلی ایجاد. چرا؟ هر استانداری تلاش میکند برای استان خودش بهترین استفاده بده، در صورتی که ایران باید تصمیم آب ملی گرفته بشه، اجرا باید ملی باشه. اصلا اکثر حوزه های آبریز یا حوزه های در واقع برداشت آب ربطی به مرزهای استانی و محلی و منطقه‌ای نداره، از یک استانی شروع میشه به چند استان دیگه میره. این تصمیم گیری ها بدترین سم هست و متاسفانه ما برخلاف این که تصمیمات رو به سمت ملی شدن ببریم، داریم روز به روز تصمیمات رو به سمت منطقه‌ای و محلی پیش بریم. در آب سم مهلک تصمیمات منطقه‌ایه و خب میبینیم هم که چه اتفاقاتی داره میفته دیگه. زاینده رودی که در حال نابود شدن بود، با همون دیدگاه منطقه‌ای و محلی مثلا یک بارگذاری جدیدی بر این گذاشتن که دیگه این بیماری که داشت میمرد رو یک سمی هم بهش چیکار کردن، تزریق کردن که زودتر بمیره. حالا اینکه در آینده باید رفت چه راه چی باشه، این خودش یک بحث مفصلی رو میطلبه. من فقط اگر بخوام خیلی خلاصه بگم که ما حداقل فعلا در سطح کلان شاید توسعه رو باور نداریم و اولین چیزی که از ما باید تکلیفمون رو با توسعه مشخص کنیم. آیا میخوایم توسعه پیدا کنیم یا نه؟ یعنی باید این مسئولین کشوری رو بهش جواب بدن. آیا ایران میخواهد یک کشور توسعه یافته بشود یا نه؟ خب اگر میخواهد بشود باید الزاماتش رو هم رعایت کنیم، اگر نمیخواهد بشود که خب بحثش جدا. راه حل مشکل ما توسعه است در یک کلام، ولی ما هنوز تکلیفمون با توسعه مشخص نیست و متاسفانه دیگه منابع اونم داره تموم میشه، خیلی فرصتی برای این تصمیم گیریه دیگه باقی نمونده. ما اگر تصمیم گرفتیم روزی که توسعه پیدا کنیم، کشور توسعه یافته بشیم، توسعه پایدار پیدا کنیم، اون وقت الزاماتش که باید رعایت کنیم اینه که هر بخشی از سرزمین ایران با توجه به توانمندی که داره باید توسعه پیدا کنیم. شما نباید بیاید در مناطقی که خشک هستن، کم آب هستن کاری کنید که بار مصرف آب اضافی تحمیل کنید. این انتقال آب از این قسمت به اون قسمت، لوله کشیدن، نمیدونم لوله زدن از اینجا به اونجا، اینا رو باید تمومش کنیم یه جایی. خب ما اگر واقعا صنعتی به آب نیاز داره، چرا 1000 کیلومتر لوله بزنیم اون صنعت رو منتقل کنیم به اون جایی که باید بره؟ این که خیلی کم هزینه تره. که من یک نمونهش رو بگم، حالا شاید هم اطلاع داشته باشید. قراره که 50 میلیون متر مکعب آب از یزد بخرن.
50 میلیون، حالا این خط لویی که میاد حدوداً بین 4 تا 5 یورو هم قیمتشه هر متر مکعبش. 50 ضرب در 5 کنیم 250، حالا اگه 70 میلیون متر مکعب بشه 350 میلیون یورو، یعنی هزینه 50 تا 70 میلیون متر مکعب آب رو ما باید 350 میلیون یورو پول بدیم بابتش. حالا اینا بعد همه تومن تبدیل میشه. چرا من به ریال نمیگم؟ چون ریال امروز یا فردا، این حالا به یورو میگیم که خورده مشخص تر بشه. خب 350 میلیون یورو برای 70 میلیون متر مکعب آب. ببینید ما میانگین کشورمون چقدر بود؟ 4.8 بود دیگه. الان داریم 5 حالا یورو تازه من گفتم، دلارش که بیشتر میشه، مثلا میشه 6 دلار. ما تازه داریم چه قراره به صورت میانگین چی کار کنیم که اینقدر درآمد ایجاد کنه. ما همین آب رو داریم مثلا در استانهای کنار کشورمون، در استانهای کناری داریم به نحو دیگری هدر میدهیم. این 350 میلیون رو به جای اینکه از خلیج فارس لوله بکشیم و بیاریم و این همه، ما همین 350 میلیون رو اگه میدادیم به یکی از استانهای همجوارمون میگفتیم شما این پول رو صرف توسعه خودت کن و 1 سال کشاورزیت رو کمش کن، این مقدار آب رو بده به من که مثلا از خرج صنایع کنم. خب هم اون استان توسعه پیدا میکرد، هم ما چند برابر این. ببینید از رقم ها رو دقت کنید. سد زاینده رود 1.5 میلیارد متر مکعب حجمشه. زاینده رود 1 میلیارد متر مکعب مثلا در سال گذشته آب داشته. 1 میلیارد 70 میلیون، یعنی 7% اون رو ما داریم این پول رو براش میدیم. توی استان چهارمحال در بخش کشاورزی 2 میلیارد متر مکعب سالانه آب مصرف میشه. ما برای 70 میلیون داریم، یعنی میشه 3% اون آب داریم 300. خب این رو اگر میدادیم 200 میلیون متر مکعب از اونجا می آوردیم. خیلی خیلی بحث آب در ایران پیچیده شده و اینکه آینده به کجا میرسه. من فقط یک نکته رو عرض کنم و صحبتم رو تمام کنم. اگر مسیری که در 30 سال گذشته طی کردیم رو در 15 سال آینده هم همین مسیر رو بخوایم طی کنیم، بخش‌های بزرگی از ایران غیر قابل سکونت میشه. بخش‌های مهمی از مراکز تمدنی ایران مثل اصفهان برای همیشه غیر قابل سکونت میشه، برای همیشه. یعنی فرونش هست دیگه، چیزی نیست که بگیم حالا میریم 20 سال بعد برمیگردیم، برای همیشه. کوچ اجباری وسیعی در داخل ایران خواهیم داشت و خب این کوچ‌های اجباری که انجام میشه معضلات اجتماعی رو هم به همراه داره. یعنی ببینید موقعی که مثلا 100,000 نفر 200,000 نفر از اصفهان بلند شن برن شما، تنش‌های ایجاد میشه. اصلا آیا خود اونجا همین الان با بحران مواجه؟ ما الان دیدیم خود گیلان و مازندران همین الان با بحران مواجه هستن. آیا میتونن اینها که خودشون مثلا هر کدوم 3 میلیون جمعیت، کمتر از 3 میلیون جمعیت دارن، 2 میلیون به جمعیت هر کدوم اینها بخواد اضافه شه، زیر ساخت دارن، اصلا از نظر اقلیم این سرزمین، منظورم استانهای مازندران و گیلانه، توان تحمل این جمعیت رو دارن یا ما تازه بحران رو از این منطقه به منطقه جدید منتقل میکنیم؟ اگر در 15 سال آینده همین مسیر فعلی رو ادامه بدیم، با بحران‌های بسیار بسیار ناگواری مواجه خواهیم شد، مگر اینکه تغییرات بسیار جدی در این مسیر داشته باشیم. صحبت من تموم شد.